ابرهه پادشاه یمن با سپاهی عظیم به سمت مکه پیش می‌تازد. اسب‌های راهوار، فیل‌های تنومند، سپاهی مجهز به کلاه خود و سرنیزه و شمشیر ابرهه را برای حمله به خانه خدا همراهی می‌کند. سپاه به دستور ابرهه هر مانعی را از پیش روی برمی‌دارد. شهرها و روستاهای بین راه را غارت می‌کند. هر گونه مقاومتی را در هم می‌شکند و پیش می‌رود. ابرهه از اینکه کعبه مرکز توجه مردم خداپرست قرار گرفته است احساس حسادت می‌کند و از اینکه بازرگانان بزرگ به یمن بی توجه مانده و حجاز را به خاطر وجود کعبه مرکز تجاری خود ساخته‌اند عذاب می‌کشد. او حتی چندی پیش برای مقابله با کعبه معبدی بزرگ و مجلل در شهر صنعای یمن بنا کرده است تا مردم و بازرگانان را به یمن بکشاند. شاید که از این طریق آنان مکه و خانه خدا را فراموش کنند. اما چنین نمی شود و معبد او علی رغم تمام زیبایی‌های دلفریبش نه تنها مورد توجه مردم و بازرگانان قرار نمی‌گیرد که پس از مدتی آتش گرفته و به کلی فرو می‌ریزد. این حادثه چنان به آتش خشم ابرهه دامن میزند که با خود عهد میکند تا ویرانی خانه کعبه از پای ننشیند. ابرهه شنیده است که عبدالمطلب کلیددار کعبه بزرگترین، مهمترین و مقبولترین مرد عرب است. مردی است که همه دوستش دارند و به او احترام می‌گذارند. پس قاصدی به مکه می‌فرستد تا او را برای مذاکره دعوت کند. او همانقدر که نسبت به کعبه حسادت دارد به عبدالمطلب نیز به چشم حسادت می‌نگرد. چیزی نمی‌گذرد که سربازی خبر آمدن عبدالمطلب و 2 تن از یارانش را می‌دهد. با ورود عبدالمطلب ابرهه ناخواسته از جا برمی‌خیزد و لحظاتی محو چهره نورانی و پرصلابت او می‌شود. ابرهه منتظر است تا عبدالمطلب درخواست خود را در مورد کعبه مطرح کند و با خواهش و تمنا از او بخواهد که از حمله به خانه خدا منصرف شود. ولی عبدالمطلب حرفی از حمله و مکه و کعبه نمیزند. او فقط میگوید یارانت تعدادی از شتران مرا غارت کردند، بگو که شترانم را برگردانند. ابرهه لحظاتی مبهوت و متحیر می‌ماند. نمیتواند آنچه را که شنیده است باور کند. با تعجب میگوید توقع داشتم نگران ویرانی کعبه باشی، نه نگران شترانت. عبدالمطلب با همان وقار و متانت خاص خود پاسخ میدهد من تنها صاحب شترانم هستم. خانه نیز برای خود صاحبی دارد که از آن محافظت خواهد کرد. ابرهه احساس میکند که زخم عمیقی بر جانش نشسته است. خشم و کینه در وجودش شعله میکشد، اما هیچ بهانه‌ای برای ابراز آن پیدا نمی‌کند. عبدالمطلب بی آنکه هیچ اهانت مستقیمی به او کرده باشد تحقیرش کرده است
و قدرت و لشکر و حمله‌اش را به هیچ انگاشته است. ابرهه برای اینکه گوشه‌ای از قدرت و عظمت لشکرش را به رخ عبدالمطلب بکشد، دستور می‌دهد که بزرگترین فیل لشکر را سر راه عبدالمطلب قرار دهند. فیل بزرگ خاکستری پیش می‌آید و با دیدن چهره نورانی عبدالمطلب پیش پای او زانو می‌زند و کرنش می‌کند. عبدالمطلب با مهربانی دستی بر سر فیل می‌کشد و می‌گوید